سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان، شبتان بخیر. امیدوار هستم که خوب باشین. به جلسه چهارم صنف گرافیک دیزاین خوش آمدین. با پوزش که یک کم تاخیر شد، لینک ما یک کم مشکل داشت و درست تنظیم نشده بود، با خاطر یک کم تاخیر شد. انشالله که درس منظم و عالی ما شما پیش میبریم. انشالله که همگیتان خوب باشین و رخصتی روز جمعه بخیر گذشته باشه و چند روز دیگه هم که شما رخصت بدین. انشالله که از ویدیوهایی که ما در یوتیوب اپلود کردیم استفاده مفید کرده باشین. جلسه سیومتان هم امشب اپلود شد، قبل از تایم درسی اپلود شد، میتونین شما از استفاده کنین. فایل مورد نظر از او که پوستر ساخته میشه، از روش فایل هم بعد از جلسه امشب در کانال تلگرام اپلود میشه. یک مشکلی که امی یوتیوب چینل ما داره ای است که امی لینک من نتونستم که در دیسکریپشن به شما پرتم، یا لینک گوگل درایو به خاطر دانلود فایل، یا هم لینک بخش تلگرام. اما در دیسکریپشن باز ما رو اد کردیم، شما میشه که اونم یوزرنیم کپی گرفته تلگرام پرتین، همو صفحه و همو چینل به شما میایه، باز شما میتونین از اون استفاده کنین. تعداد از دوستا که به جلسه جاین نمیشن، به نظرم هدفشانی است که کل ویدیو را از یوتیوب ببینن و از اون استفاده بکنن. باز ما برنامه های بعدی هم داریم که باز اگر جاین نشن یگان موارد ما در جلسه آنلاین میگم، باز در یوتیوب گذاشتن و قسمت شرکت میکنم که قسمت باشه فقط به افراد باشه که در جلسه آنلاین است و کتمات جلسه آنلاین اشتراک کردن و درس ها را درست تعقیب کردن و پیش بردن. باز به اون سلسله افرادی که کتمات جاین نیستن و در جلسات آنلاین ما نیستن، باز از این موضوعات میمونن و همون موارد مفید یا هم یکان مواردی که به دوستایی که جاین است و یکان امتیازاتی که ما برشان قائل میشیم هم موارد باز میمونن. به این شکل خوب است که شما مگر از دوستای خودتان است که میخواه به جلسات جاین شود و درس تعقیب کنه و عضو همین تیم ما به نام کریتیو ایجنسی باشه، میشه به اونا همین لینک شریک بسازین و بگین جاین شون. تا جلسه ششم ما افراد میپذیریم، هیچ مشکل نداره، هر کسی که اشتراک کنه میتونه اشتراک کنه و جلسات پیش ببره. و بعد از جلسات ششم باز ما برنامه های خصوصی و صنف‌های خصوصی و برنامه های درسی داریم. طبق که یادآور شدم در ماه بعدی، یعنی فعلا ماه اپریل است، در ماه می انشالله ما یک ورکشاپ درسی به ویدیو ادیتینگ می داشته باشیم. ورکشاپ ویدیو ادیتینگ ما طور است که ما برنامه های پریمیر و افتر افکت می خوانیم. دوستایی که لپتاپ های گرافیکی دارن و با این برنامه ها دسترسی دارن، بازی برنامه مختص همونا می باشه، اونا میتونن باز در ورکشاپ اشتراک کنن و از اون برنامه استفاده مفید بکنن. خب خلاصه از کل موضوعات ما و شما امشب در جلسه چهارم، سه جلسه قبلی که خوانده بودیم، در سه جلسه قبلی ما و شما برنامه های فوتوشاپ خواندیم، تنها خود برنامه فوتوشاپ خواندیم و چند موارد در اون کار کردیم. بیسیکش خواندیم، یکان موارد اساساتش خواندیم و بعد از او رفتیم بالای ساختن یک پوستر که من از کل ابزارها به شما گفتم چیا را استفاده میکنیم، او را هم گفتم و چگونه یک پوستر میسازیم و چگونه مثلا بک‌گراند داریم موو میکنیم و یکان لایت و یکان موضوعات و بعض از فیلترها و بعض از بخشای دیگر افزود میکنیم، چگونه این بخشا را کار میکنیم او را هم باز ما یادآور شد. امشب ما شما چون قرار ورکشاپ ما طور است که ما 3 جلسه فوتوشاپ میخوانیم، 3 جلسه الستریتور میخوانیم. همونجا ما در پوستر هم به شکل طراحی شده که یک طرف آیکن فوتوشاپ است، یک طرف آیکن الستریتور است، یعنی ما 3 جلسه فوتوشاپ میخوانیم، 3 جلسه الستریتور میخوانیم. امشب ما میریم برنامه الستریتور رو شروع میکنیم و از خود برنامه الستریتور درس خود آغاز میکنیم و ای که برنامه الستریتور به خاطر چی استفاده میشه و چی کار ما میتونیم امروز انجام بدیم، این ما یادآور میشیم.
این از برنامه الستریتور. در قسمت واز کردنش چطور برنامه واز میشه، بالاش کلیک میکنین واز میکنین برنامه شما باز میشه. یا از تاسک بار یا هم میرین بخش استارت منیو، اینجا سرچ میکنین ادوب آی دبل ال که بتین برنامه الستریتور میاد. سافت برنامه کجاست؟ چون سایت های ایرانی فعلا بند است و دانلود از اونجا نمیشه، چون سرورایشان قطع است. با خاطر باز ما قبلا دانلود کردیم الستریتور 2026 و برنامه سنگین نیست، بسیار برنامه سبک است. شما 2 GB گرافیک هم که داشته باشین به شما کار میده. ما دانلود کردیم و به گوگل درایو به شما لینکش شریک میسازم، مثل فوتوشاپ میتونید شما دانلودش بکنید و از او استفاده بکنید. خب ما از این قسمت درس خود آغاز میکنم. این برنامه الستریتور است. طبق برنامه فوتوشاپ ما در اول که باز میکردیم یک چیزی به نام صفحه هوم داشتیم. از صفحه هوم ما میتونیم تمام موضوعات ببینیم که قبلا چی کاری انجام شده و فعلا ما میتونیم چی کار در این قسمت انجام بدیم. در اول ما در بخش رسنت میبینیم که کارهایی که اخیرا انجام شده چی است. مثلا یک لوگو به نام انتایتلت جور شده، یک لوگو به نام آفاق جور شده و دیگه موارد یک لوگو به نام رامین جور شده. این موضوعات است دیگه. اینجا هم از خود آیکناش نمایش داده میشه که برنامه الستریتور برنامه است که به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر لوگو سازی یا هم آیکن سازی یا هم بعض آرت و الستریشن و ای بخش ها استفاده میشه. شما میتونین از قسمت هوم ببینین، از قسمت لرن بیاموزین که برنامه چی است، چگونه استفاده میشه. این قسمت ها باز به بعض اپ های شما کار میده، میتونین بالاش کلیک کنین و پلیش کنین ازش استفاده بکنین. ما فعلا بالای درس میریم، شما میتونین از قسمت لرن باز خودتان استفاده بکنین. بالای نیو فایل اگر کلیک کنم من میتونم یک فایل جدید بگیرم یا هم یک صفحه جدید بسازم، یا هم من میتونم بالای اوپن کلیک کنم و فایل که اگر قبلا تنظیم کردیم او را میتونم من بازش کنم. من اگر اینجا کدام فایل داشته باشم، این فایل لوگوس فرض مثال، این فایل لوگوی از تنظیم شده و کنترل منفی را میزنم، این فایل من باز کنم و به این شکل بر من نمایش داده میشه. فایل الستریتور است. دیگه من هم میتونم که از قسمت نیو فایل صفحه جدید بخواد بگیرم. چه رقم صفحه جدید میگیریم؟ ما اونقدر برنامه های ادوبی از همدیگهشون فرق ندارن. مثل برنامه فوتوشاپ ما این قسمت سیو داریم، موبایل داریم، به اندازه موبایل است، به اندازه وب است، به اندازه حالت های پرنت است، برندینگ است. یک چیزی که در برنامه الستریتور یک چیز بسیار مفید و عالی است، شما میتونید برندینگ خیلی خوب انجام بدین. برندینگ چطور؟ یعنی یک لوگو را که ساختین شما میتونین به اصطلاح بسیار عام و ساده برتان بگم، تصور کلاینتتان بیخی از لوگو شما جمع کنید. یعنی ذهن کلاینتتان بیخی جمع باشه که لوگو چطور یک لوگویی است و چگونه کار میده. فرض مثال شما لوگو را باز در قالب‌های موکپ استفاده میکنید. موکپ چی است؟ اگر بعض از دفترهای بسیار مدرن و عالی شما رفته باشین در پشترشان لوگو را به شکل نمای 3D جور کردن. فعلا زیادتر این موبایل فروشی ها همین کار میکنن، در پشترشان لوگو به شکل 3D جور کردگی است. مثلا اخپلواق موبایل است یا هم موبایل فروشی های دیگه است، بینی به شکل لوگو در پشترشان به شکل 3D جور کردگی است. یا بعض مکاتب شما برین در پشتر میزشان، یعنی میز دفتریشان، میز کاریشان، لوگوی مکتبشان به شکل 3D سه‌بعدی چسباندگی است. اینی را باز ما در بخش طراحی و در بخش دیزاین به نام موکپ یاد میکنیم. چون فایل آماده اونمو قرار داره، فقط ما فایل میگیریم و لوگو را ریپلیس میکنیم. دونمو قسمت لوگویی که به نام احمد ساختیم اونو لوگو را ما منتازیم. یعنی مثلا ما با یک کمپانی لوگو میسازیم به نام احمدی گروپ. لوگوی احمدی گروپ ما دونمو مندازیم، در جای نام میز مندازیم و بعد از اونمو عکس مکمل ما با کلاینت روان میکنیم.
یعنی برندینگ طور عامش چی است که کلاینت میخواد که اینمی لوگوی احمدی گروپ در یک کتابچه هم ببینه چی است، در فرض مثال در یک لباس ببینه چی است، در یک میز و دفتر ببینه چی است. به این شکل شما دل کلاینت باز بیخی جمع میکنید که به این شکل لوگوی شما کار میده. من اینجا یک بار سرچ کنم، اگر بود خب به شما همون سمپل میکشم. او پیش من قرار نداره. من در اخیر درس اگر تانستم همون سمپل به شما میارم و به شما نشان میتونم که برندینگ لوگو یا برند گایدلاین لوگو چی را میگن، چون من به دو لوگو و به دو کلاینت خود تنظیم کردیم، اما را به شما مکمل نمایش میدم. خب ما میریم از قسمت خود برنامه الستریتور شروع میکنیم و یک لیتر انتخاب میکنیم. این یک صفحه لیتر انتخاب کردم یا هم یک صفحه ورق پرینتی انتخاب کردم. در این صفحه من چی کار انجام دادم میتونم و خود برنامه الستریتور چی کار انجام دادم میتونم. برنامه الستریتور برنامه است که وکتور بیس است، یعنی اساسش وکتور است، اساسش فایل راستر نیست. فایل راستر ما در جلسات اول به شما یاد کردم، فایل راستر فایل را میگه که ما اگر خرد و کلان چندین بار بسازیم باز فایل هم کیفیت خود از دست میده. یکی ما اسمارت آبجکت داشتیم در برنامه الستریتور، یکی راستر داشتیم. باز فایل راستر فایل بود که زیادتر که ما خرد و کلان بسازیم، یعنی چندین بار خرد و کلان بسازیم باز او کیفیت خود از دست میده. اما باز وکتور بیس فایل فایلی است که هر چقدر ما خرد و کلان بسازیم کیفیت خود از دست نمیده. فرض مثال اینجا بیخی ما شما امتحان میکنیم، میره یک دانه الیپس یا هم یک دانه دایره یا هم بیضوی میگن، به شکل من میکشم، شفت افشار گرفته ایره کلان میسازم که به ما اندازه خودش کلان شد. پس شفت افشار گرفته خرد میسازم، باز شفت افشار میگیرم کلان میسازم. میبینم که هیچ تغییرات در کیفیتش نمیاد. وقتی که زوم بکنید به شکل برنامه فوتوشاپ تو پکسل واره نیست، اطرافش مانند یک خط بسیار منظم است که این خط در بخش گرافیک و در بخش دیزاین یا هم در خود برنامه های ادوبی به نام وکتور یاد میکنن. اما شما اگر باز در فوتوشاپ برین، یعنی یک عکس اپرتین یا هم یک شیپ جور کنین یا هم یک سفر تنظیم کنین، باز شما میبینین هر چقدر که نزدیک کرده برین خانه های کوچک 4 کنجی مربعی از رنگ تنظیم میشن که باز رو به نام پکسل یاد میکنن. که ما باز فایل خود برنامه را به نام راستر میگیم، یعنی راستر فایل است از برنامه فوتوشاپ و از برنامه الستریتور اساسش چی است؟ وکتور فایل است. به شکل ما کار خودم به اینجا انجام میدیم. راستر یا هم پکسل به این اشکال یا به این نام ها یاد میکنن. شما میشه که باز یک بار تحقیق و جستجو در این باره بکنید و همین دو نام سرچ کنید در برنامه گوگل یا هم هوش مصنوعی یا هم چت جی پی تی، باز به شما یکان معلومات میاد. فرض مثال من این پی اس تی را باز میکنم، این را باز میکنم یا باز نمیشه. این پوستر رو باز کنم. این پوستر من نزدیک میکنم. شما ببینید اطراف اینمی متن گرافیکه به این شکل 4 کنجه و یا هم 4 خانه های از رنگ به شما نمایش داده میشه، از اینکه زیادتر زوم نمیشه. یا هم ما به این شکل صفحه من جایش تغییر بودم دور بسازم، این سر چهره نفر بریم. این قسمت گوشش که برین شما که نزدیک کنین ببینین هر قسمت از این از پکسل یا هم از 4 خانه از رنگ تنظیم شده، مثل برنامه الستریتور واره به شکل وکتور نیست. بیخی که مطمئن شین یک دونه شیپ میکشین
و این شیپتون رو فل سفید داره. این حال شما نزدیک کنید. اطراف ازی رو باز شما ببینید، اطراف ازی لبه هایش به اون شکل چارخانه رنگای سفید کم کم شده رفته. یعنی اینی رو میگن راسترفای. چند ابزار ساده و چند ابزار اساسی ما شما در برنامه الستریتور از تولبارش میخونیم. قبل شما میتونید خود صفحه برنامه الستریتورتون از قسمت ویندو، از قسمت از قسمت ورک اسپیس میتونید تنظیم کنید که مربوط به پینتینگ بگیرین. بعضی ها با آیپد برنامه الستریتور نصب میکنن، با آیپد های اپل یا هم آیپد های سامسونگ شاید بگیرن، اما زیادتر در اپل استفاده میکنن. با برنامه الستریتور استفاده میکنن و از رسامی انجام میدن. باز به این شکل صفحاتشان تنظیم است، یا بعضا خطاطی انجام میدن. به این شکل صفحه تنظیم است، برش های منظم میگیرن، کار انجام میدن. یا هم صفحات میگیریم به شکل تایپوگرافی، یعنی به کسایی که میخواین خطاطی انجام بدن. اینجا زیادتر امو بخش هاست، میتونن از امو استفاده بکنن. و یا هم به افرادی که میخواین که مکمل کار انجام بدن، بخش لیاوت میگیرن. بخش لیاوت که بگیرن، اینی ابزاران منظم برشان میگن. اگر کسی که باز نامد، باز اینی قسمت 3 نقطه را کلک کنه، این بخش به ادوانس تک کنه، چون بعض اوقات بیسیک تک می باشه این قدر ابزار میگن. واسه شما بیاین 3 نقطه این قسمت و ادوانس تک کنه. به این شکل شما میتونید که از این استفاده کنید. خب میریم در این قسمت. بعد از ابزار ما شما میخوانیم. اولین ابزاری که ما میخوانیم چی است؟ سلکشن است. سلکشن بالایش که برین اینجا خودش بیخیره نمایی میکنه که هدفش چی است، چی کار انجام میده. من یک دانه شیپ به این شکل شفته فشار گرفتم میکشم، راست کلک میکنم، رکتینگولر میگیرم، یک دانه به این شکل میکشم و یک دانه به این شکل میکشم. سلکشن میرم، یه انتقال میتونم در این قسمت. میام از قسمت پروپارتیز، هر پنل که برتان نبود میرین از قسمت ویندو، نامش پیدا میکنین و پنل اد میکنین. مثلا این پروپارتیز اینجا میام رنگ چی میگیرم، هم از این قسمت میتونین رنگ تغییر بدین. هم بالاش کلیک کنین، این بالای صفحه میاد همین دو رنگ میاد. از قسمت سلکشن تول من میتونم فایل هم سلکت کنم و انتقالش بدم. سلکت کنم انتقالش بدم هر قسمت از صفحه که خواسته باشم به این شکل. این شکل های منظم هر قسمت از صفحه خواسته باشم من انتقالش میتونم و میتونم جا گذاریش کنم. قسمت بعدیش که از دایرکت سلکشن تول است. در دایرکت سلکشن تول اگر شما به این شکل کدام شیپ کشیده باشین، میتونین با دایرکت سلکشن تول یک نقطهش بگیرین و یک تغییرات بالایزو بیارین که امکانات ما در فوتوشاپ بسیار کم داریم اما بسیار ابزار مغلق است اونجا. اما در اینجا چون اساس وکتور است و اینمی کنجا و اینمی شکلا به شکل وکتور است، شما فقط بالا یک شیپ کلیک میکنین. بعد از اینکه کلیک کردین، این تو نقطه ها به شما داده میشه. نقاط به نام کارنر یاد میشه یا هم چهار اطرافش یاد میشه. شما یک نقطه را کلیک میکنین، بعد از کلیکتان، یعنی مثلا دایرکت سلکشن تول است، یک نقطه را کلیک کردم، بعد از اون من میارم در قسمت پایین قرار شد. این شکل دیگه نقطهش کلیک میکنین، میرین به این شکل در قسمت پایین قرار میدین. یک شکل دلخواه خودتان جور میکنین. این نقطه را کلیک میکنین، میرین اینجا قرار میدین. یکان گراف ها و یکان معادلات ریاضی را شما میتونین به این اشکال دیجا بکشین. بسیار راحت عکسش بگیرین، شما اکسپورتش کنین در برنامه وردتان استفاده بکنین یا به این شکل میتونین فایل تان هم بسازین. این نقاطه که هم داده میشه، شما میتونین کارنراش به این شکل تغییر بدین. این شکل یا همین دایره را شما میتونین چیکار کنین، یک قسمتش انتخاب کنین پایین بیارین.
این دایره را ما به این شکل یک شیپ ساختم. باز این تو دو دانه اندلک هم میتن گاهی اوقات از بعض شیپا. با این اندلا شما میتونید که همین نقاط از ایره گل بودنشان کم و زیاد کنید. این نقطه گل بود کم ساختم، این نقطه هم گل است، ایران نقشه تیز میسازم به این شکل. نه ما شکل یک تقریبا دیگه شکل یک مهتاب یک بغله را به این شکل کشید. یک مهتابی که چند روز گذشته باشه به این شکل نمایش داده میشه. یعنی ما شما بسیار براحتی و بسیار با آسانی را کشید. به این شکل از دایرکت سلکشن تول شما میتونین اشکال حالت های منظم بتین و از اون استفاده کنید. قسمت بعدی که ما شما کار میکنیم دیگه این بخش های دیگه زیادتر به خاطر سلکشن استفاده میشه. این قسمت هم به نام پنتول یاد میشه. توسط پنتول شما میتونین بعد از ابزار خودتان بکشین. راست کلیک میکنم پنتول. ما میخوایم یک شکل دلخواه بکشم فرض مثلا به این شکل، به این شکل کش کنین به این شکل گل میشه. صحیح. اما اگر شما باز کش نکنین خط راست بگیرین به این شکل باز خطای راست کشیدن میتونید. اما اگر کلیک کردین کلیکتان رها نکرده کش کردین به این شکل یک خط گل به شما میکشه. شما باز میتونین توسط یک وبسایت از پنتول تمرین کنین و از پنتول یاد بگیرین. من مثلا اینجا میم یک شکل میکشم به این شکل است. باز یک نقطه را شما دبل کلیک کنید دورمون نقطه باز پنتول شما پس خط راست به خود میگیره. نظرم هم شکل میشه بازی تیک کشیده میشه ایتو میره. این اشکال مختلف شکل های مختلف شما میتونید بکشید. من هدفم یک چیز بود دو رو بکشم اما یک چیز دیگه بکی کشیده شد. خیر مشکل نیست. شما میتونید اشکال مختلف خودتان بکشید. بعض ها مثلا بعض شیپ های ستاره مانند و الماسک مانند و به این اشکال میکشن. اینی بالای دو رنگ است. یک شکلک میکنین بالای شکلک کنین بگوین رنگ نداشته باشه. به این شکل شما میتونین از این باز استفاده کنین. ایره در کنجای صفحه قرار میدین و با اشکال دیزاین شما میتونین استروکش زیاد بسازین و با شکلای دیزاین ایره باز شما در کارنرهای صفحه تان استفاده کنین. در بعض از دیزاین ها باز تو موارد استفاده میشه که شیپای منظم نیست، شیپای منظم هندسی نیست، شما مجبور هستین باز که دستان اینجا بکشین. یا هم کربیچل تول داریم. شما یک نقطه کلیک کنین خودش گل میشه. نقطه بعدی پایین که برین هر قسمت که پایین برین هر چقدر پایین برین او خود گل با شما نمایش میده. این نقطه مثلا این هم پایین میرم این نقطه و بعد از او این نقطه میبینم که منظم نیست. هر قسمتش میم خورده کلان که بسازم خود به من منظم میسازم. اینجا اینجا ایره ده اینجا و ایره هم ده اینجا. این حال یک دایره منظم شد. باز کربیچل تول یک خصوصیت دیگه داره و خصوصیتش است که شما یک قسمت شکل دبل کلیک کنید او قسمت باز خود منظم هندسی یا از لحاظ زاویه‌ای خود منظم میسازه. اگر از لحاظ زاویه‌ای منظم نبود این قسمت ها منظم است این قسمت هم منظم است. اگر این داخل صفحه بود به این شکل لوگوی مثلا این رو دبل کلیک کنین یک ذره پیش برین شما دبل کلیک کنین به این شکل این دبل کلیک کنین به این شکل تقریبا لوگوی شبکه اتصالات واری تنظیم میشه. به این اشکال شما میتونین شیپای مختلف که در کربیچل تول بکشین. دیگه تکست داریم. تکست شما میتونین یک قسمت انتخاب کنین. خوی بسیار چیز معمول است. مثلا میگین my name is احمد.
شما یک تکسه میکشین، بعضی که کشین از پروپارتیز میتونین یکان تغییرات بالایش بیارین، نوعیت خطش مثلا تغییر بدین، به این شکل میگیرین. بر علاوه میتونین سایزش زیاد بسازین و کت سلکشن تول میتونید که انتقالش بدین هر قسمت صفحه قرار بدین. ای به این شکل. دیگه شیپ تول داریم که شما میتونین یک شیپ بکشین در صفحهتان و به اشکال منظم یا هم غیر منظم تغییرش بدین. حتی از این کارنرهایش میتونین زیاد بسازین، کارنرش کم بسازین، هیچ نباشه، کمک اطرافش راوند یا هم گل باشه. به این اشکال خودتان میتونین تنظیمش کنین. و قسمت بعدی از ابزار ما چی است؟ راست کلیک کنید قسمت های شیپ شما اشکال مختلف شیپ های دیگه هم دارید. یک چیزی که بسیار عالی است میتونید شما استفاده کنین، پولیگان شیپ است. پولیگان شیپ وقتی که شما بکشین به این شکل که اروکی تان یا هم که تیرک هایی که پایین و بالا میره، شما میتونین که تعداد اعضای زیر زیاد و کم بسازین. 3 تا مثلا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا به این شکل تنظیم کنین و منظم یا هم غیر منظم به اشکال شما شیپایتان تنظیم کنین و در هر قسمت از این خواسته باشین قرار بدین. این هم از بخش شیپ. یک مورد را که امشب مد نظر داریم بالای کار میکنیم بخش لاین است. بخش لاین یا هم بخش خط است. یک لاین من میکشم چی به این شکل گل لاین بکشم. ایره تنها من استروک داده میتونم، چون هرچی فل بودم فل وقت ما داده میتونیم که یک لاین باشه که از 4 اطراف در یک محیط احاطه شده باشه. مثلا اینی 4 اطرافش لاین داره اما محیطش بسته است. باز من میتونم اگر فل بودم فل ازی باز تغییر میکنم. استروکش سیاست، یعنی شما ببینید استروکش سیاست اما فلش یک رنگ دیگه است، چون فلش در محیط بسته قرار داره. لاین باز تنها ما فل استروک داده میتونیم، چون تو کدام محیط بسته داره فلش هم ما میتونیم آن بگیریم. این حال من میتونم میره به این شکل هم بکشم یا هم میتونم سر لاین کلیک کنم، یک کلیک کنم کلیک خود افشار بگیرم به این شکل، دیگه طرف شفت افشار بگیرم لاین رو به طرف راست میکشه، یعنی لاین هم منظم و یک خط راست بر من میکشه. لاین ما وقتی که شفت افشار بگیرم به شکل خط راست میکشه. این حال ما میم تنظیمات استروک یا هم تنظیمات امی خطی که در 4 اطراف شیپ کشیده میشه به این شکل یا به شکل دایره یا هم به اشکال مختلف دیگه، یا هم خطی که ما راست میکشیم. در بعض از قسمت ها شما دیده باشید همین لاین ها به شکل تیرک است، منفی تیرک هاست، یا هم منفی است آخرش یک تیر داره، یا هم به اشکال است که اشاره شده، یا هم در بعض پاکت های محصولات شما دیده باشین همین تیرک ها طور است که یک قیچیک با خود داره. اینی موارد ما میتونیم از تنظیمات استروک بالایش کار کنیم و این موارد در این قسمت انجام بدیم. ما تنظیمات استروک میرم چند کار ما شما میتونیم در این قسمت انجام بدیم. اولا میتونیم اندازه استروک خود زیاد و کم بسازیم. ما به این شکل من زیر دیگه میره کلان میسازم. یا هم میرم از قسمت اطرافش گل میگیرم، این اطرافش چی است؟ تو شکل گل است یا هم دایروی گل است. این شکل اطرافش خط راست بریم یا نمیگم همین حالت باشه. یا از پایین گل میگیرم با این بعد از موضوعات دیگه است. شما میتونین که داش لاین برش حفظ کنین. داش لاین یعنی چی؟ یعنی میتونین ایره به شکل خطکای منفی تنظیم کنین. سایز شکل خورد بگیرین، خطکای منفیش خیلی منظم میاد. سایز یک کلان بسازین بازی به این شکل میاد. خطکای منفیش مثل بارکود وری، باز شما اگر سایز کلان بگیرین به اون شکل میاد. اما اگر سایز خورد بگیرین مثلا 10 بگیرین یا هم کمتر از 10 بگیرین
باز به این شکل مثل خطای منفی میاد. استروک کلیک کنین. شما دیگه چی کار انجام داده میتونین؟ مثلا دش لاینش آف کنم. شما میتونین به این شکل یک طرفش یک تیر بگیرین. اگر دش لاین آن باشه اینه به این شکل یک تیر شما میتونین تنظیم کنین و در یک بنردان از این استفاده کنین. تیره به شکل گل میگیرین، نفره میگین که ثبت نام جریان دارد اینه. از این قسمت تاریخ اشاره میکنین دی پایین که ثبت نام جریان دارد. یا هم میتونین شما اون طرفش چی بگیرین؟ یگان حالت های مختلف دیگه از تیره بگیرین. یا هم پایین میرین ببینیم دیگه چی داره. مثلا نقطه بگیرین. یک قسمت را شما میخواین آدرس بدین و او را توسط این دیزاین نقطه استفاده میکنین به این شکل. دیگه شما میتونین از قسمت استروک بین و این حالت قیچی را بگیرین. گفتم نه یک محصول ما شما داریم مثل در قهوه است یا کدام محصول دیگه است بینیم به شکل تنظیم شده. قیچی است و بر علاوه چی است؟ این تو خطکای منفی است. دیگه شما بازه دیدین قیچی خورترک شده اینجا قرار میدین، خورد میسازین اینجا. این اگر دیدین باز قیچی از محصولتان بر آمد و به دیگه رقم شد، شما این استروک میگین اسکیل اینوی قیچی یا هم اندازی قیچی کلام باشه. اسکیلش مثلا 100% بود میگین 160% باشه به این شکل. این بعض آپشن های الاین داره منظم میسازه به این شکل یا به این شکل. شما خودتان میتونید اینه تنظیم کنید و ازش استفاده بکنید به خاطر بروش کردن یک دیزاین ما یا هم یک محصول. دیگه شما میتونید از این قسمت هر دو طرف به این شکل بگیرید. یعنی تیر است قیچی کو طرف تیر برو به این شکل شما میتونید تنظیم کنید یا هم موارد دیگه اگر یک لاین شما داشته باشین این لاینتان میتونید بعض حالتهای دیزاین هم بگیرید به این شکل باشه. دو طرفش نازک باشه وسطش دبل باشه به این شکل. مثل یک دیزاین واره شما میتونید استفاده کنید. یا هم شما میتونید این به این شکل استفاده کنید، به این اشکال استفاده کنید. یک طرفش خط نازک باشه دیگه طرفش چی باشه؟ خطش یا هم اسکیلش زیاد باشه. دیگه به این شکل استفاده بکنید یا هم به این اشکال استفاده. یعنی لاین شما میتونید با حالتهای منظم و مختلف استفاده بکنید. باز به شکل دش لاین میگیرین یا خط ساده میگیرین و اختیار خودتان. اینی بعد از دیزاین ها و بعد از حالت های است که شما کت لاین میتونید انجام بدین. یعنی رنگش هم میم سرخ میگیرم. یعنی به این شکل ما این زحمت یعنی پاکت شما از این قسمت میبرین به این شکل استفاده میکنین. یکان شیپا را اینجا ما میکشیم. یعنی شیپ هم چی کرد؟ لاین و چهار چوکاتش به این شکل کشیده شد. مثلا یک دانه الیپس هم میکشیم. میم یک دانه دایره هم میکشیم. و دیگه چی بکشیم؟ یک دانه پولیگان هم میکشیم. دو دانه اروکی را به طرف پایین چند بار میزنم. اروکی من یک دانه مثلث میکشیم و یک دانه شیپ دیگه هم میکشیم که چون درس اساسی ما یعنی موارد شیپ بود. شیپ چی است؟ ستاره است. من میایم استروک های کلش بدون دش میگیرم. کلیک خدا که فشار بگیرم کلش برام انتخاب میکنم. استروک های کلش بدون دش میگیرم. خواه دش لاین شد بدون دش میگیرم. این دو دانه را مثلا هر دیش شفت فشار رسد دیگهش انتخاب میکنم. هر دیش میگم این رنگ سرخ باشه. استروکشان سر رنگش کلیک میکنم. استروکشان نداشته باشه. این را میگم رنگش چی باشه؟ استروکش سبز باشه. رنگ داخلش هم مثلا آبی باشه. این را میگم
رنگ داخلش زرد باشه، استروکش هم سرخ باشه و این آبی نمیگیریم. استروک دیر سرخ میگیریم و این قسمت هم این ستاره همیشه به رنگ زرد است و به شکل دیرم به رنگ زرد. این شکل بعد از دیزاین و بعد از موارد ما میتونیم انجام بدیم. این رو به شکل رنگش این تو سرخ بگیریم هر دو اطرافش. به این شکل ما میتونیم بعد از دیزاین و بعد از موارد منظم خود ما بسیار به شکل ساده و منظم تنظیم کنیم و زیادتر برنامه الستریتور به خاطر دیزاین کردن بعضی از پوش های محصولات، مثلا محصولات دواست یا هم بعضی محصولات دیگه استفاده میکنن و دیگه مواردی که برنامه رو استفاده میکنن این است که به خاطر ساختن لوگوز، به خاطر ساختن لوگو، به خاطر ساختن بعضی از آیکن ها یا هم به خاطر الستریشن و به خاطر رسامی زیادتری برنامه استفاده میشه، چون اساسش وکتور بیس است. وقتی شما بخواین یک فایل را در این قسمت تنظیم کنین و او را اکسپورت بگیرین، بسیار به شکل منظم و عالی به شما اکسپورت میده. فایل میرین، قسمت اکسپورت و اکسپورت فور اسکرین، دیگه تنظیمات مکمل منظم است. این را کلیک میکنین، میرین در روی صفحه سلکت فولدر میگین و بعد از او فرمت فایل داره میگین مثلا چی باشه، جی پی جی 100 باشه. دیگه هیچ چیزی رو شما تغییر نمیده، فقط اکسپورت آرتبورد میگین. به این شکل فایل شما اکسپورت میشه و به این شکل شما فایل رو میتونین ببینین و ازش استفاده بکنین یا هم به کسی روان بکنین. یا هم بود از جلسه 4 برنامه ورکشاپ گرافیک دیزاین ما که ما برنامه الستریتور رو آغاز کردیم. فردا شب بخیر بعد از ابزار و بعد از افکتاش هم میخوانیم و در شب جلسه 6 یک چندین از استعمال چندین افکت ما شما یک پروژه کار میکنیم یا هم الستریشن بعضی از فایل ها را انجام میدیم. این بود از جلسه امشب ما. تا جلسه بعدی انشالله همتان موفق باشین و از جلسات استفاده مفید بکنین.